سلام هلنا خانمم هستن. اومدیم. یه دونه از این اردورا چون زده بدون اسمش چیه؟ توش نخود بدون هسته و شیرین هستش. یه دونه از این ورده قیمتش 1.69. هندوانه کیلوی 99 سنت. هندوانه داریم. اینا هم دونه 3.99 هندونه. سرکه ها به این شکل قیمت ها. چی برداشتیم؟ هلو انجیری برداشتیم. 2.49 2.99 بسته ایه در واقع. 29 هر یه دونش. کیوی هر دونه ای 99 سنت. موز این مارک معمولی کیلویی €1.29. آووکادو دونه ای 99 سنت. بذار آووکادو بردارم النا. بچه‌ها ما همین آووکادو دیدیم. واسه کسایی که آووکادو می‌گیرن بعد همیشه اینو بردارین از روش. وقتی که این تو سبزه به معنای اینه که آووکادوی خوبی. اوکی. ما الان اینو برداشتیم و سبز. اوکی. موز دول بکنم 1.79. نه بیو 1.79. چیکیتام 1.79. نه چیکیتا 2.49. پس دول کیلویی 1.79 باید باشه. موزم میخوایم. موز برداریم. ما الان وزن میکنیم موزه که ببینیم چنده واقعا. اونو فتا کن. 1.79 درست. اینجا میذاریم. وقتی کافن از اینا هست شدن میتونه قیمتش اینطوری بگیره یه حساب نکنه. سیبم گرفتیم. سیب پینک لیدی هم 2.49. 2.49 750 گرم. این پرواز عسلیام 1.99 درسته. بریم. چیپس هم ما زدیم بابا مورده بودش از اون بر. چنده چیپس؟ چیپسش نارنگی پرتقال آورده. یه نارنگی برداریم. میگم پاییز اومده اینه. 750 گرم حراج خورده 1.99. گرپ فروت دونه 89 سنت. پرتقال آبگیری 2.79. پرتقال تامسون کوچیک 3.49 ولی پرتقالاش خیلی جذاب نیست به نظر. این پرتقالاش که کمی بهتره اینا 6.99. البته 4 کیلوه اینجوری بزرگه. خب مغزیجات و هلو اینا هم آورده. اینا 3.99. 2.29. 2.29 بادوم زمینی با پوسته. 2.29 هم گردوه با پوسته. سبزیان ریحون 1.79. همشون 1.79. نعنا داره. بزنم کدومه؟ این فکر کنم خوبه. این خوبه. برداشت بزرگه. لوبیا سبز اینجوری بسته‌ای 2.29. از اینا نقاط سبز هم هست هم نیست. اینا 1.79. یه جوریه. اینا یه مدل دیگه است با نقاط سبزایی که ما تو ایران داریم فرق داره. کاهوی فرنگی هم 1.29. از این کاهوهای چینی هم هست. قیمتش همه بالاش خورده. انواع اقسام کاهوها با قیمتاشون هستش. بزن اونو حساب کن. بچه‌های کاهو هم گرفتیم. اینجا از این قارچ‌های مدلی هست 3.99.
این قارچ ریزام هستش، پرورشی ها 1.99. چقدر بامزه. خیلی باحال. من تا حالا خودم از اینا چیزی درست نکردم ولی نگاه میکنم ببینم چیه. یه روز میام از اینا میگیرم و باهاش دلپذیر درست کنیم. این چیه؟ لبو پخته شده وکیوم 1.19. اینم یه نوع قارچ 2.49. سبزی خوردن اینجا به اون شکل نیستش. پیازچه هست، یه دونه پیازچه بردارم. پیازچه شده 59 سنت. تربچه هم پایینشه. تربچه رنگش خوشگله. دوست ندارم تربچه رو ولی رنگش خیلی خوشگله. اینجا تربچه ها تون نیستش، النا شیرینه. میخوای یه دونه تربچه؟ آدم جونا این شکلی کپولیه. حراج خورده 2 یورو. ولی کیلویی. بعد کیلویی. بعد وزن کنیم. ما الان وزن می‌کنیم. موزش رو جا گذاشته. اینجا موزه. ستاش با هم شده 2.38 یورو. بزن روش النا. بچه ها ما وقتی گفتیم حالا اگه بیوشو برنداریم این چیه؟ بیو 2.39 1 کیلو. ما الان اینا دیدیم از این اسمک هریجا دیدیم که 99 سنته ولی خدایی این فقط واسه یه وعده ماست. این یه غذا درست کنیم واقعا تموم میشه این هریجا. پس ترجیح میدیم که برم ترکا بگیرم. بله. اینم قیمت گوجه هاست. 250 گرم 1 یورو 19. 1.99 2.29. یه دونه از این گوجه بیلاسیا برداریم نداریم. چنده النا بزن قیمتش؟ 1.19 1 یورو 19. این سیب زمینی کجاست؟ 2.90. بزنی نداره دیگه. یه دونه اصلا سیب زمینی آلمان برمی‌داریم مجبوریم دیگه. خیلی خوشمزه نیست. سیب زمینی آلمان سفت‌تره ولی بیشتر بر بپزیم. 2 کیلو نیمش میشه 2.99. شما یه از این پیاز بنفشه برمی‌داریم چون پیاز بنفش نداریم ولی پیاز نرمال داریم ولی اینجا هم هست. خیلی خوب. بحث شیرین این آلمان، اینا خیارای شیرینه. همه‌شون با مدل‌های مختلف، تند و شیرین و مدل‌های مختلف از خیارا رو ما میتونیم اینجا ببینیم. حلقه‌ای خرد شده ولی همه‌شون شیرینه. تنها خیارشوری که وجود داره و به همه کسایی که میان آلمان دنبالش میگردن بهش میگن زالتسبورگن. با دیله، با شویده. شده 3.29. وای خدای من. البته ترکا ارزون تره. ترکا میتونین گیر بیارین، ایرانی هم دارن. اینم بحث شیرینه، خیلی شیرینه خیارشور. اینم که کنسرو های مختلف میوه مثل کمپوت سیب، آپشنموس اینا رو مثلا با پنکیک میکنن آلمانیا. اصلا دوستشون ندارم. نه من همین. ولی خیلی‌ها خیلی 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 هم دوستش دارن. اصلا این توت فرنگیه میگه من خرابم. 2.99. اینام که کمپوت آناناس و کمپوت های مختلفه به قیمت های مختلف که میبینیم. خب دوستان، پارت اول ولاگ خرید از کافلند اینجا به پایان میرسه، اما خرید ما هنوز ادامه داره. پس حتما در پارت بعدی با ما همراه باشید. اگر این ویدیو رو دوست داشتید لایک و سابسکرایب یادتون نره و حتما توی کامنت ها نظرات و پیشنهاداتتون رو برای ما بنویسین، چون نظرات شما خیلی کمک میکنه تا ولاگ های بعدی رو بهتر و جذابتر بسازیم. ممنون که تا اینجا همراه ما بودین. تا پارت بعدی مراقب خودتون باشین. خدا نگهدار.